علیکم. امیدوارم که حالتون خوب باشه، خوب و سر حال و ردیف. ما الان توی سفریم، اومدیم به شهر جنوا. از اینجا هم قراره بریم به پورتوفینو و محل اقامتمون اون سمت هست و این احتمالاً میشه اولین ولاگ من و باحاله. دوست داشتم ثبتش بکنم. از شروعش که از خونه در اومدیم و اینا ثبتش نکردم چون ذره دیرمون شده بود. الانم میکروفون ندارم، امیدوارم صدا مشکلی نداشته باشه. و الان توی شهر جنواییم و حسام رفته یه فروشگاهی که خرید مرید بکنه. من منتظرشم که بیاد و من وایسادم تو ماشین چون جای پارک مناسب نبود خیلی و نمیتونستیم جفتمون با هم بریم. حالا یه سری خرید اینا کردیم ولی یه سری چیزا کم داشتیم. حالا رفته که ببینه اینجا میتونه تأمینمون بکنه از چیزهایی که لازم داریم یا نه. و همین خواستم که یک شروعی داشته باشه و توضیح بدم که کجاییم و چجوری و اینا. حالا امیدوارم صدام اوکی باشه چون که یه ذره اینجا نویز و اینا هم شهره و یه ذره شلوغ پلوغه و همین. حالا ببینیم کجا میریم. سعی میکنم جای خوشگل مشکل بهتون نشون بدم و ببینیم چجوری میشه. فدات. خب بالاخره بعد از یک سفر 2-3 ساعته رسیدیم خونه و چه منظره‌ای داره این خونه، بی‌نظیره. جاتون خالی واقعا. خب امروز روز دوم سفره و گفتم این منظره زیبا رو غروبش رو نشونتون دادم، صبحش هم نشونتون بدم و بگم که امروز مقصدمون پورتوفینوه و میریم که یه گشت و گذاری اونجا داشته باشیم. بزن بریم. Paradiso meraviglioso dove crescono fiori, verdure e frutta, una terra fatta per amplificare l'amore, un paese fatto anche per la musica, un paese fatto anche per la musica. Italia, Italia, il paese d'adozione del mio cuore, un paese dove il sole scalda la nostra felicità, regno della pasta, della pizza. Grazie a Dio c'è stato che salva. خب همونطور که گفتم امروز اومدیم
یه گوشه خوشگل از ایتالیا، یعنی پورتوفینو، یه بندر کوچیک و جمع و جور کنار دریای لیگوریا در غرب ایتالیاست که با اون خونه های رنگی و قایقای قشنگ شبیه کارت پستاله. اینجا قدیما اسمش پورتوس دلفینی بوده، یعنی بندر دلفین ها. بعد در گذر زمان اون پورتو باقی مونده که همون میشه بندر، و فینو آخر همون دلفینو یعنی دلفین و تبدیل شده به پورتوفینو. و توی کوچه پس کوچه ها و خیابوناش رد پای روم باستانو هنوز حس میکنی. یه حس و حال خیلی قشنگی داره، همه چی آرومه، قایقا میان و میرن، مردم قدم میزنن و انگار زمان یکم کنتر میگذره. پورتوفینو کوچیکه ولی پر از جزئیاته که فقط باید بیای خودت ببینی، باید قدم بزنی توی گوشه گوشش. امیدوارم لذت ببری. خب رفقا، امیدوارم از گشت و گذارمون توی پورتوفینو لذت برده باشید. اگر براتون جالب بود حتما قسمت بعدی ولاگو از دست ندین، چون داریم میریم سراغ چینکوه تره، یک منطقه فوق‌العاده خوشمنظره با 5 تا روستای رنگی کنار صخره‌های سواحل لیگوریا که واقعا دیدنیه. پس اگر دوست داشتین و حال کردید این ویدیو رو لایک کنید و اگر نظر یا پیشنهادی دارید حتما توی قسمت کامنت ها بهم بگید. مرسی که همراه هم بودین. توی قسمت بعدی میبینمتون.